میدونید چرا اعتماد به نفست پایینه؟ خیلی‌ها فکر میکنن به خاطر قیافشونه یا اینکه پول ندارن یا شانس باهاشون یار نبوده. ولی حقیقت اینه که اینا فقط سطح ماجراست. ریشه اصلی یه جای دیگه است، جایی که هیچ کس دوست نداره دربارش حرف بزنه. بخش اول، صدای گذشته. خیلی وقتا اعتماد به نفس پایین از بچگی شروع میشه. یادت میاد وقتی کار اشتباهی میکردی بزرگتر و چی میگفتن؟ تو هیچ وقت موفق نمیشی. یا بذار بزرگترها تصمیم بگیرن. همین جملات ساده مثل یه فایل قدیمی توی مغزت ذخیره شدن. امروز وقتی جلوی یه کار جدید میستی، همون صدای قدیمی رو میشنوی. صدایی که میگه نمیتونی. بخش دوم، مقایسه های سمی. بعد نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی. توی اینستاگرام همه آدم‌ها در حال نمایش بهترین لحظه‌های زندگیشون هستند. تو هم ناخودآگاه مقایسه می‌کنی. خودت رو با کسی که بدن ایدئال داره، کسی که سفر رفته یا کسی که ماشین لوکس داره. مشکل اینه که تو زندگی واقعی اونها رو نمی‌بینی. شکست‌هاشون، گریه‌هاشون، تنهایی‌هاشون هیچ وقت جلوی دوربین نمیاد. ولی تو فقط اون روی براق سکه رو می‌بینی. بخش سوم، ذهنیت قربانی. یکی از بزرگترین قاتل‌های اعتماد به نفس ذهنیت قربانیه. این که همیشه فکر می‌کنی من بدشانس بودم، جامعه نذاشت، خانوادم مانع شدن. این جملات به ظاهر واقعی اما در عمل قدرت رو ازت میگیرن. تا وقتی فکر می‌کنی کنترل زندگی دست دیگرانه، اعتماد به نفس فقط یه آرزو میمونه. بخش چهارم، ترس از قضاوت. بذار یه راز بگم. تو خیلی وقتا اعتماد به نفست پایینه چون فکر میکنی همه دارن قضاوتت میکنن. اما واقعیت اینه 90% مردم اونقدر درگیر خودشونن که اصلا فرصت نمیکنن تو رو بررسی کنن. تو داری روی صحنه میلرزی ولی تماشاچی داره به این فکر میکنه شام چی بخوره. بخش پنجم، راه حل واقعی. اعتماد به نفس واقعی از عمل میاد، نه از تظاهر. خیلی‌ها فکر میکنن باید وانمود کنن قویان. نه، اعتماد به نفس رو باید بسازی. مثل عضله، هر بار که کاری رو انجام میدی، حتی کوچیک، به مغزت ثابت میکنی که میتونی. اعتماد به نفس از همین تکرارهای کوچیک ساخته میشه. پس اگه میپرسی چرا اعتماد به نفست پایینه؟ جوابش اینه چون گذاشتی صدای درونت بلندتر از عملت باشه. حالا وقتشه برعکس عمل کنی. از همین امروز فقط یک کار کوچیک شروع کن و ببین اعتماد به نفست چطور تغییر میکنه. اگه این ویدیو بهت کمک کرد، ویدیو بعدی من رو از دست نده. اونجا توضیح دادم چطور میتونی ذهنیت برنده رو توی زندگیت بسازی. ادامه ی همین مسیر اینجاست.